بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحابته و من والاه و بعد. بینندگان عزیز و بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس دیگر از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستم. این درس را به حول قوه الهی در مورد آیاتی سخن خواهیم گفت که خداوند عزوجل در آن از منافقین سخن رانده. منافقینی که درو بازی می کنند، نه اهل ایمانند و نه اهل کفر، بلکه در ظاهر ایمان را حفظ کردند و در باطن کفر را در درون خود نگه داشتند. در این باره آیاتی را از قرآن کریم با هم مرور کردیم. می‌خواهیم امروز به حول قوه الهی این آیات را دوباره جمع بندی کنیم. ارتباط این آیات، مفاهیمی که در این آیات نهفته است و فرصت بسط و گسترش و فهم دقیق معانی اون رو در درس‌های گذشته نداشتیم، مراجعه کنیم و برداشت‌هایی را از این درس و از این نکات با هم دیگه داشته باشیم. ابتدا تلاوت زیبایی را از این آیات داشته باشیم و سپس سر درس بریم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ولكن لا يعلمون. موضوع درس امروزمون به حول قوه الهی ارتباط آیات 8 تا 13 سوره بقره است. 6 آیه از آیه 8 تا آیه 13 که خداوند عزوجل در آن از منافقین سخن رانده و فرموده است که ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. این 13 آیه رو قبلا با هم مرور کردیم و دانستیم که خداوند عزوجل این آیات رو چنین به هم دیگه ارتباط داده در مورد منافقین که از میان مردم گروهی هستند که به ظاهر میگویند ایمان آوردیم در حالی که ایمان نیاوردند. در قلبهایشان بیماری شک و تردید است. خداوند
به این شک و تردید و نفاقشون فزونی و زیادی میده. آن زمانی که اخلاص در کارشون وجود نداره و در پی حقیقت نیستند. هنگامی که بهشون گفته میشه که دست از فسادتون بردارید، میگن که ما مصلحان و انسانهایی هستیم که در پی اصلاح و بهبودی وضع جامعه هستیم. خداوند بهشون رد میده که آگاه باشید ای مؤمنان، اینها همینها هستند که مفسدند ولی خودشون شعور احساس اون رو ندارند. بهشون گفته میشه که مثل مردم ایمان بیارید. میگن آیا مثل دیوانگان، ابلهان، سفها ایمان بیاریم؟ خداوند بهشون پاسخ میده که آگاه باشید اینها همینها هستند، سفها و نادانان و جهال، ولی اینو نمیدونن. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. پس بنابراین ارتباط این آیات و فرق بین این که در یک آیه لا یشعرون و در آیه دیگر لا یعلمون اومد در چیه؟ مفاهیم و برداشت‌های لغوی از این کلماتی که در این آیات ششگانه نهفته است و درس‌ها و نکات آموزنده بحث امروز ماست. ارتباط آیات را ابتدا با هم دیگه مراجعه کنیم. اگر خوب دقت کرده باشید عزیزان، کل این 6 آیه در مورد منافقین هست، همچنین که ما بعد این هم در مورد منافقینه، ولی به شیوه دیگه و به بیان دیگر. در آیه 8 ادعای ایمان ظاهری منافقین رو بیان میکنه و در آیه 9 منافقین رو اینطور معرفی میکنه که اونها در پی نیرنگ و خداع و مکر و حیله بر الله و مؤمنان هستند. در آیه 10 منافقین رو معرفی میکنه که اینها سبب این کارهاشون اینه که بیماری فکری و عقیدتی دارن، اون بیماری که در قلبشون قرار داده و قلب جایگاه فکر و اندیشه و عقیده و ایده انسانه و اگر قلب انسان مریض باشه درد و علاج اون بسیار بزرگ و علاج اون بسیار مشکل خواهد بود. در آیه 10 خداوند عزوجل این منافقینی که قلبشون هنوز نتونسته با ایمان انس بگیرد، اونها را به عذابی دردناک که در انتظارشونه به سبب و علت دروغگوییشون تهدید میکنه. در آیه 11 عکس العمل زشت منافقین رو در مقابل زمانی که هنگامی که نهی میشن و باز داشته میشن از منکرشون که چگونه از خود عکس العمل نشون میدن، خودشون رو نه تنها مفسد، نه تنها به گناه و تقصیرشون اشتباهاتشون اعتراف میکنن، بلکه در صدد توجیه کارهاشون برمیان. در آیه 12 خداوند عزوجل منافقین را مفسدانی در روی زمین معرفی میکنه که نسبت به فساد خودشون شعور و احساس نشون نمیدن. در آیه 13 خداوند عزوجل منافقین رو در هنگامی که به ایمان واقعی دعوت میشن و سر باز میزنن و دیگران را تحقیر میکنن معرفی میکنه که این نشانه جهل و نادانی اونهاست. ارتباط این آیات رو با هم دانستیم. پس ببینیم فرق این که در یک جا یا دو مورد خداوند عزوجل از منافقین این گونه بیان کرده که فرموده است در این مورد و در این مورد شعور احساسی ندارن، لا یشعرون، و در یک بار دیگه فرمود لا یعلمون. فرق در این دو مورد چیه؟ کتاب الله کتاب الله کتاب الله. دقت در این که لا یشعرون دو بار به کار برده شده. یک بار در هنگامی که مکر و فریب و حیله و خدای اونها معرفی میشه، بار دیگر در افساد و خرابکاریشون. و هر دو بار جالبه بدونید که هر دوی این کار باید با علم و آگاهی و با قصد و برنامه ریزی صورت بگیره. مگه امکان داره کسی در پی
افساد در جامعه باشه یا در پی مکر و فریب دیگران باشه، مگر اینکه با خودش نشسته باشه یا با همفکرانش نشسته باشه و اون وقت برنامه ریزی کرده باشه که باید در این موارد چگونه باید کار کرد و چگونه باید برخورد کرد و چگونه باید نقش ریخت. پس بنابراین چون با علم و آگاهی است و تعمداً این کار صورت گرفته، خداوند بهشون این گونه اینها رو معرفی کرد که اینها میدونن ولی شعورشون ندارن. چرا؟ نمیدونن چه کار زشت و نازیبایی دارن انجام میدن، میدونن که اشتباه است ولی نمیدونن به اون وقت قباحت و زشتی است، نمیدونن که این دروغگویی هایشون به خودشون برمیگرده. یخادعون الله والذین آمنوا، در حالی که و ما یخدعون الا انفسهم. اینا در ظاهر میخوان اینطور وانمود کنند که مؤمنن، پس بنابراین با کارشون خدای و بندگان خدا که مؤمنان باشن رو دارن فریب میدن، ولی در واقع جز خودشون کسی دیگه فریب نمیدن. در مورد فسادشون، زمانی که در ارتباطند با دشمنان دین خدا، با یهود از یک طرف دیگه، با مشرکین مکه و اطرافون به شیوه دیگه، و بین هم دیگه در داخل با رؤسا و بزرگانشون در تماسند، این رو خوب میدونن که این یک نوع افساد هست، یک نوع بلوا ایجاد کردن در جامعه اسلامی است، یک نوع به همزنی در جامعه اسلامی، ولی با این حال تعمداً در پی یک سری ارتباطات نامشروع هستند که مصالح و منافع خودشون رو حفظ کنند. پس بنابراین قصد وجود داره ولی شعور این را نداره که این کارشون چقدر به زیان خودشون و به زیان مؤمنان و مسلمان ها تمام خواهد شد. یعنی اینکه منافق دانسته در پی اهدافی این کارا رو داره انجام میده. و اینجاست که اگر به علم لغت هم برمیگردیم، در مفردات امام علامه راغب اصفهانی رحمت الله علیه میبینیم که این گونه میفرماید که شعور یعنی علم دقیق از یک چیز، نه تنها علم داشتن، آگاهی داشتن نسبت به چیز، بلکه علم دقیق داشتن اونجاست که منافقین چون علم دارند ولی دقیقا نمیدونن که چه بلواهایی و چه فسادهایی را در بر داره، پس بنابراین مثل این که نمیدانن حقیقتشو. اما لا یعلمون، در یک مورد زمانی که بهشون گفته شد که بیاید ایمان صادقانه داشته باشید و مثل همه مردم، مثل اون پاکباختگان، مثل انسانهای درست ناس معرفی شد. و اینو میگیم که چرا ناس به کار برده شده. در این آیات یک بار به کار برده شده و آن هم در مورد اینه که منافق عیناً سفیه و جاهله، حتی به این حقیقت علم هم نداره. زمانی که ادعای ایمان میکند بهشون میگن که بیاید ایمان واقعی بیارید، ایمانی که صادقانه باشد و مقتضای اون ایجاب بکنه که هرچی خدا و رسول فرمود بگید چشم، دیگه مکر و حیله بازی و بهانه جویی نکنید. ولی منافق میاد با سخنان پرزرق و برق خودش سعی میکنه که دیگران رو شیفته کنه و کاملا موضع را به دست بگیره، در حالی که این موضع گیری و این حقیقت نشون دادن نیست، بلکه عین جهالت و نادانی است که خداوند عزوجل این گونه بهشون برگشت داد حرف خودشون رو، فرمود الا انهم هم السفهاء، آگاه باشید اینا خودشون نادانان و کودنها و جهال هستند ولی این رو نمیدونند. چون جاهل نمیتونه بفهمه که جاهل است. یعنی انسان نادان زمانی میتونه به این برسه که نادان هست که یک علمی براش کشف بشه، یک حقیقت رو بفهمه و پرده جهلش از قلبش و از فکرش برداشته بشه. ولی مؤمن که هنوز نتونسته ایمان از زبانش به قلبش برسه، ایمان ظاهر داره، میگوید به زبان اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، ولی قلبش این رو باور نداره. پس بنابراین این حقیقت هنوز در وجدانش نیست، هنوز فکرش اونو قبول نداره. اینجاست که این منافق در واقع به یک جهل مرکبی درگیر هست که نتونسته به حقیقت خودش پی ببره. پس بنابراین خداوند عزوجل فرمود که
هم السفهاء ولكن لا یعلمون. اینها همینها هستند، جاهلان و سفها و ابلهان، ولی نمیدونند. و در تعریف لغوی علم هم باز هم به مفردات راغب وقتی برمیگردیم رحمت الله علیه ببینیم که میفرماید ادراک الشیء علی حقیقته، یعنی اگر چیزی را بر حقیقتش، بر واقعیتش ببینیم میگن علم. هر چیز رو درست شناختن به تمام و کمال میشن علم به اون چیز، و به جزئیاتش واقف بودن میگن شعور و درک، که منافقین از این مرحله علم و دانش بهره بودن. پس در این دو مورد میتونیم بگیم که مختصر کلام منافقین در فریبکاری ها و فسادکاری هاشون بیشعورند و در عدم ایمان صادقانشون جاهل و کودن. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. و اینها را مباحثی است که الان باید سر مفاهیم و برداشت‌های لغوی از کلمات بریم. بعضی از کلمات خیلی زیبا و جالب خداوند عزوجل برای ما بیان داشته. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض، و قبل از اون ما اگر به اذا قیل بر بگردیم نشان میدهد که در اذا قیل بهشون گفته شد. به کی؟ به منافقان. و این معنای وجوب دعوت مردم به خیر و بازداشتن از شر که یک اصل کلی در جامعه است به نام اصل امر معروف و نهی از منکر. واجب هر انسان مؤمن و مسلمانی است به عنوان یک وظیفه دینی هر کسی را دید که دست از کار خیر کشیده بهش بگه برادر مسلمان، خواهر مسلمان، این کار خوبه باید انجام بدیم و این کار بده باید دست بکشیم. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مشهور می‌فرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئول هستید، همه شما در قبال یکدیگر تعهد دارید. این حدیث و امثال اون بسیار زیاده در کتاب‌های روایت مسئولیت انحراف و فساد جامعه را به دوش همه مسلمان ها میندازه. در یک جامعه اسلامی که مجموعه‌ای از مسلمان ها زندگی میکنند، اگر شخصی از میان اونها منحرف باشه و دیگران با سستی و بدون احساس مسئولیت شانه خالی کنند از امر معروف و نهی از منکر، همه در اون گناه مشترکند. دقیقاً جامعه اسلامی مثل کشتی است که همه به سوی یک ساحل امن و امان در حرکتند و اگه قرار باشه یکی از اونها این کشتی را خراب بکنه همه با هم غرق میشن. و این مثالی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جامعه اسلامی زده. ولی اگر ما دست اون انسان نادان رو گرفتیم تا کشتی سالم بمونه، همه جامعه سالم میمونن. ولی اگر اون کشتی که جامعه ماست خراب بشه، فسادی درش به وجود بیاد، همه را به فساد میکشه و همه را با خودش غرق میکنه. اینجاست که مهم این نیست که در جامعه اسلامی قیام کنه به امر معروف و منکر، ولی مهم اینه که یک نفر بالاخره باید باشه. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. خداوند عزوجل در سوره آل عمران این گونه امت اسلامی رو معرفی میکنه که امتی هستید برتر، ولی با این شرط که چی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. امر معروف میکنید، نهی از منکر، و به خداوند ایمان دارید. پس بنابراین اذا قیل به ما میگی که به هر حال تک تک ما، یکی از مؤمنان به این منافقین میگن به هر حال که شما راتون اشتباست، فساد دارید میکنید، دست بردارید. مهم نیست کی بگه، ولی به هر حال گفته شده. وقتی این گفته شدن به ما نشون میده که جامعه احساس مسئولیت در قبال یکدیگر کردن. حالا اگر که اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض به ما چی میگه؟ اگر که لا تفسدوا فی الارض معنای اینه که فساد نکنید. لا تفسدوا فی الارض، خدا فرمود که و اذا، انگامی که به این منافق گفته شد لا تفسدوا، فساد نکنید. گفته شده فساد یعنی کفر و گفته شده فساد یعنی معصیت، چون منافقین هم اهل معصیت بودن، گناه میکردن، و هم اهل چی بودن؟ کفر بودن. در قلبشون کفر که سرچشمه گناهان هست.
و این تفسیرش به کفر اولاتره، به دلیل اینکه سرچشمه تمامی گناهان کفره و اگر انسان کافر باشد والعیاذ بالله نه حلال میداند نه حرام، نه خوب میداند نه بد، اینجاست که به هیچ ارزشی پایبند نیست و به هیچ به اصطلاح حلال و حرامی مقید نیست و لذا هر کاری دلش خواست و انجام میده و هر چیزی که نیاز داشت در پیش میره. اینجاست که دعوتگر مسلمان یه چیزی میخواد اینو بگی که باید فساد را بشناسد تا اینکه بگه به دیگران فساد نکنید، این کار فساده، این کار حرام است، این کار درست نیست و این لازمه دعوته. یعنی یک انسانی که میخواد دیگری را نهی بکنه به زبان ساده باید حتما بدونه که این کار اشتباه است که میخواد نهی بکنه. و زمانی که قرآن کریم به ما میگوید لا تفسدوا فی الارض، دلیل بر چیه؟ دلیل اینه که فساد نه تنها دامنگیر اون انسان مفسد یا خانوادش میشه، بلکه همه اهل اون زمین و آبادی رو در بر میگیره. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید، چون فساد دامنگیر میشه، مثل یک بیماری واگیر. وقتی یه نفر منحرف شد و در جامعه به این انحرافش بیماریش افتخار کرد، واگیری پیدا میکنه. مثل ویروسی که در هوا منتشر میشه و همه اونو میگیرن. پس بنابراین این هم مبحثی است که باید از این آیات بفهمیم. قالوا، دلیل بر اینه که منافق نه تنها به فساد خودش اعتراف میکنه بلکه کاملا کار خود رو توجیه و اون را یک اصلاح مینامد، یعنی در صدد دفاع از کار خودش برمیاد. و در کلمه آمنو کما آمن الناس، در این آیه مبارکی یا این جمله از آیه مبارکی و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، تعبیر زیبایی است از اینکه بیایید صادقانه و پاک مثل مانند مردم ایمان بیاورید. چرا اینجا کلمه ناس استفاده شده در حالی که میتونست بگه مثل اصحاب رسول الله، مثل اونهایی که اطراف پیامبر هستند یا به هر عبارت دیگه، ولی فرمود الناس. دلیل این را میدونیم در تفسیر ناس در قرآن کریم، تفسیرهای مأثور یعنی تفسیرهایی که از بزرگان و ائمه بزرگوار دین وارد شده است در کلمه ناس. منظور از ناس چیه؟ در اینجا گفتن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه و یارانی که اطراف پیامبر بودن، اونایی که همیشه به پیامبر زمانی که آیات قرآنی نازل میشد گفتن سمعا و طاعه. یعنی چی؟ یعنی رو چشمون شنیدیم و اطاعت میکنیم. دیگه در مقابل امر خدا و رسول چون و چرایی نداشتن و از اوامر خدا و رسول تخطی نمیکردن و به خودشون اجازه نمیدادن که کمترین سوء ادبی داشته باشن. اما اون چه مهم است اینه که وقتی به دلالت لغوی این کلمه برمیگردیم به قاموس ها و فرهنگ نامه ها و لغت نامه ها، ببینیم که ناس اونگونه که علامه راغب اصفهانی رحمت الله علیه مطرح میکنه در مفردات قرآن، می نویسد که کلمه ناس به این معناست که هر کسی که معانی و ارزش‌های والای انسانی درش باشه بهش میگن ناس. یعنی هر انسانی که بر طبیعت پاکش زندگی میکنه، طبیعتی که خداوند اون آفریده، بهش میگن ناس. و به همین خاطر در قرآن کریم بارها این ندای زیبا را میشنویم، یا ایها الناس یا ایها الناس یا ایها الناس، بارها در قرآن تکرار شده و ما به اون آیات میرسیم که خداوند وقتی مردم را با ناس، با این عبارت، با این کلمه، با این لفظ خطاب میکنه، چی میخواد از اونا؟ پس بنابراین به عبارتی دیگه میتونیم بگیم که مراد اینه که بر فطرت و سرشت پاک هست. میخواد بگه به این انسانها بیایید به فطرت پاکتون برگردید و بر اون طبیعت و سرشت انسانیتون زندگی کنید، دست از این گناهانی که به اون آلوده شده اید بردارید. و گفته شده ناس از کلمه اوناس در اصل بوده و وقتی که به لغت برمیگردیم و ناس یعنی در فعلش اگر یعنی صیغه فعل را در نظر بگیریم به معنای تحرکه. وقتی میگید ینوسو یعنی چی؟ یعنی حرکت میکند. و از این باب گفته شده این واژه برای انسان
نامگذاری شده؟ چون انسان موجودی است همیشه در تحرک و سعی میکنه با سعی و تلاشش دنیا را آباد بکنه و زندگی خودش را اداره بکنه. درس‌ها و نکات آموزنده‌ای که ممکنه از خلال این مفاهیم و این معانی داشته باشیم از قرآن کریم. اولا خداوند عزوجل در قرآن کریم جزئیات حال منافقین را بیان میکنه و تک تک صفاتشون رو نام میبره تا مؤمنان فریبشان نخورند و از اونها برحذر باشند. و دیدیم که در مورد کفار خداوند عزوجل فقط به 1 یا 2 آیه اشاره کرد، اما در مورد منافقین 13 آیه میاد که ما امروز تا به امروز 6 آیه را تفسیر کردیم و 5 آیه دیگه در باره اونها مونده. دوم این که در این آیات صفات 10 گانه منافقین نام برده شده. در این 6 آیه که خوندیم زشترین صفات منافقین را مطرح کرده. اونها دروغ، خداع، مکر، سفاحت، استهزاء، افساد، جهالت، ضلالت، شک و تردید و تمسخرشون از مؤمنین است که همه اینها هر کدوم از دیگری زشت‌تر و نازیباتره. اما سوم این که منافق در هنگام دعوت به نیکی‌ها و تمسک به دین را به شوخی میگیره و مؤمنین متدین را مسخره میکنه و آنان را جاهل و نادان و کودن مینامد، حالا که در حقیقت خودشون به این وصف زیباترند. چهارم این که امر به معروف و نهی از منکر و دعوت دیگران به دین و تدین یک امر واجب و قطعی در دین اسلام هست که مسئولیت تک تک افراد جامعه اسلامی است و لذا کوتاهی و سستی در آن روا نیست. پنجم در دعوت دیگران باید سعی شود الگو و اسوه ارائه بشه. اونجایی که فرمود آمینو کما آمن الناس، بیاید مثل مردم باشید. در دعوت دیگران باید سعی کنیم الگو و اسوه ارائه بدیم تا دعوت شونده بتواند خود را با این معیارهای زیبا مقایسه بکنه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. با توجه به این مفاهیم و این معانی که در لابلای این آیات 6 گانه نهفته بود از وصف منافقین، انسان میتواند بفهمد که خداوند عزوجل چقدر زشت و نازیبا جلوه داده آن گروه از انسانهایی که در جامعه اسلامی زندگی میکنند اما به حقیقت ایمان پی نبردند و به خاطر حفظ مصالح و منافع خودشون سعی میکنند درو بازی کنند. وقتی به اهل ایمان رسیدند با نفاق و تظاهر بگن ما مؤمنیم. وقتی مصلحت ایجاب کرد 2 رکعت نمازشون بخونند و مبلغی هم برای رضای دیگران به عنوان زکات بدن، اما در باطنشون کفر و شک و دودلی نهفته است و از این کار دست بر نمی‌دارند. همین که به خلوت نشستند، همین که از مؤمنان دور شدند، همین که فرصت برایشون مهیا شد، اونجاست که می‌بینیم دست به هر کاری میزنند و با هر کس دست دوستی میدن و با هر کس همکاری و تعاون دارند. اینجاست که این بدترین گروه در جامعه اسلامی هستند، چون کافر در مقابل دعوت اسلام موقعیتش رو مشخص کرده، مسلمان نیست اما نفاق هم بازی نمیکنه و مؤمنان هم مشخص هستند و اون میان انسانهایی که نمیتونن مؤمن درست باشن و نمیتونن جبهه کفر را داشته باشن سعی میکنن که از هر دو سو استفاده کنن. اینجاست که اینها به تعبیر قرآنی خداوند فرمود که این منافقین در پایین ترین رتبه های جهنم قرار میگیرن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، و در اون زمانی که هیچ نصرت کننده و یاری دهنده برای اونها نخواهی یافت. امیدواریم خداوند ما را از جمله منافقین نجات بده و ما را از صفات اونها دور بکنه و به ما آگاهی و بینش بده که بتونیم منافقین را بشناسیم و از صفات اونها آگاهی پیدا کنیم و از اونها اعلام براءت کنیم و دور باشیم. خداوند را میخوانیم در پایان این درس که ما توفیق بده ایمانمون را
خالصانه واسه خداوند عزوجل همیشه تجدید کنیم و از اون بخوایم که دستمون را برای هدایت و رستگاری همیشه بگیره و به سوی خودش هدایت و راهنماییمون کنه. خدا یار نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله كتاب الله كتاب الله